مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 نایه شغنان این خواننده فعال را با دفع بالیدروهی استقبال گرفته جمع آمد تنتنوی را ظاهر نمودند. در جمع آمد نمایندگان از ریاست معارف ولایت و شعبه معارف نایه شغنان شرکت ورزیده آموزگاران سعیده را جهت اشغال نمودن جای نمایان در المپیادای جمهوری شادباش گفتند. آموزگاران از آن افتخار دارند که دوام فعالیت نچندان طولانی این مکتب که از تأسیسش نو 6 سال سپری شد ولی شاگردانشان همساله در آزمون‌های ولایتی و جمهوری صاحب جای‌های نمایان می‌گردند. من همچون روبر صنف 11 از اون افتخار دارم که شاگردم نفسبیک و سعیده در المپیاد سطح جمهوری از فن متماتیکا سزاوار جای نمایان گردیده شان و شرف نه تنها مکتب خودمون بلکه تمام مکتب ولایتمون بلند برداشته استوده است. سعیده همچون یاور روبر صنف و پیشوای خوانندگان در همه کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک نموده وظیفه های گوناگون جمعیتی را اجرا نموده یعنی از اجرای عهده آنها به خوبی برآمده است. من اطمینان کامل دارم که سعیده در آینده متخصص با تجربه و کاردان شده شان و شرف جمهوری تاجیکستان عزیزمان را نیز در عرصه بین المللی حمایت خواهد نمود. در برابر نفسبیک و سعیده خوانندگان دیگر صنف 11 نیز از جمله زمیره خولنبیک، المحمد و یوسمند، یور محمد و کمیله در المپیاد فنی سطح ولایتی اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. انویشان قدمов معاون دیرکتور مرکز دریافت و رشد استعدادهای نزد معارف نایه شغنان قید داشت که پیروزی چنین شاگردان صاحب معرفت و علمدوست باعث افتخار ما معارفچیان است و اطمینان داریم صف چنین خوانندگان من بعد نیز بیشتر می‌گردد. دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 56 نایه شغنان فیض محمد علی محمدов ابراز داشت که مؤسسه ما همگی 84 نفر خواننده دارد ولی خوشبختانه دستاوردهایش نظررسند. اشغال نمودن جای نمایان در سطح جمهوری نیک است برای مکتب که ما آموزگاران همواره آن را انتظار هستیم. در جمع آمد والدین سعیده نیز برآمد نموده منتداری خود را برای آموزگاران بیان نمودند. سعیده نیک قدم و اظهار خوشنودی از آن نمود که المپیاد به طور شفاف و آزاد ظاهر گردید. من افتخار از آن دارم که ولایت مختار کوهستانی بادخشان را در المپیاد جمهوری نمایندگی کرده است. سزاوار جای سوم گشتم. من منتداری خود را به تمام تشکیل کنندگان این المپیاد می رسانم چون که المپیاد بسیار شفاف گذشت و اینچنین منتداری خود را به دیرکتور مؤسسه و اساساً به معلم فنی متماتیک می رسانم چون که محض با زحمت و تلاش وی من به چنین کامیابی ها نائل گشتم و در آخر برای تمام خوانندگان توصیه می دهم که همیشه پیش صف باشند و در چنین المپیادها اشتراک کرده نام مؤسسه و ولایتمان را بلند بردارند. در جمع آمد افتخارنامه شعبه معارف نایه شغنان و طیفه های مؤسسه به این خواننده فعال تقدیم کرده شدند.